پرونده کلثوم اکبری. سال 1402 داستان زنی به اسم کلثوم اکبری فضای مجازی رو شوکه کرد. داستان زنی که 11 شوهر خودش رو به قتل رسوند. وقتی خبر از قتل میشه، داستان زنی که متولد سال 1346 هستش و 11 تا قتل انجام داده قطعاً شما رو شوکه میکنه. این زن بعد از مهین قدیری بزرگترین قاتل سریالی ایران بوده. البته تعداد قتلاش از مهین قدیری بیشتر بوده، اما به اندازه مهین قدیری با زجر قربانیان خودش رو نمی کشته. کلثوم با حضور در جلسات زنانه از زندگیش و اینکه تمایل داره به ازدواج موقت مردی سالخورده که تنها زندگی میکنه در بیاد صحبت میکند. ایشون به این ترتیب با افرادی که برای پدر سالخورده و تنهاشون به دنبال همدم میگشتن آشنا میشد. کلثوم پس از اطمینان از اینکه سوژه مورد نظرش ثروت زیادی داره، به شرط دریافت مهریه در قالب پول نقد یا ملک به عقد او در می اومد و در کمتر از 3 ماه با شگردهایی از قبیل خوردن دارو و خفه کردن شخص رو به قتل می رسوند. اون ابتدا قرص قند یا فشار خون رو در نوشیدنی های مختلف حل می کرد و به قربانی می داد. در مرتبه های اول و زمانی که حال قربانی بد می شد، کلثوم او را به بیمارستان می رسوند و ظاهرا نجاتش می داد. ولی در مراحل بعد ادامه پارت بعدی. لایک این پست فراموش نشه.